اسکناساتو به آتیش نکش. همراه من باش تا با بهترین روش پس‌انداز آشنا بشی. همه ما از اینکه آخر ماه پول کم میاریم و پولهامون رو برای چیزهای الکی خرج میکنیم ضربه خوردیم. اما هیچ وقت به این فکر نبودیم که چطوری میتونیم از این مشکلات جلوگیری کنیم و پول ماهانه خودمون رو پس‌انداز کنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم برنامه ریزی بودجه است. ایجاد یک بودجه ماهانه و رعایت اون به شما کمک میکنه تا درآمدتون رو برای هزینه‌های ضروری، پس‌انداز و سایر نیازهای شخصی تقسیم کنید. با مدیریت مالی دقیق میتونید مقداری پول رو برای ذخیره کردن در نظر بگیرید. ایجاد یک حساب پس‌انداز رو جدی بگیرید. باز کردن یک حساب بانکی جداگانه برای پس‌انداز میتونه کمک کنه تا پول رو از دسترس روزانه خودتون جدا کنید و محدودیتی برای دستکاری در اون قرار بدید. حساب‌های پس‌انداز به طور معمول بهره بیشتری نسبت به حساب‌های جاری دارند و به شما کمک میکنن تا پول رو به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی کنید. سومین کاری که باید انجام بدیم کاهش هزینه هاست. بررسی هزینه های خودتون و کاهش هزینه های غیر ضروری میتونه به شما کمک کنه تا پول بیشتری رو پس‌انداز کنید. بررسی هزینه‌های ماهانه‌تون شامل اشتراک‌های اینترنت، تلفن همراه، تفریحات، خریدهای غیر ضروری و غیره رو در نظر بگیرید و سعی کنید در این موارد صرفه‌جویی کنید. اما قبل از پرداختن به فوت و فن یک پس‌انداز خوب، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. هدف گذاری. بله، هدف گذاری. تعیین هدفی برای پس‌انداز پول شما رو ترغیب میکنه تا به طور مستمر پول رو جمع آوری کنید. هدفهای مالی میتونه شامل خرید خودرو، خانه، سفر، تحصیلات بالاتر و غیره باشه. با تعیین هدفهای مالی و تعهد به اونها میتونید در مسیر پس‌انداز پول پیش برید. اتخاذ روش‌های خودکار پس‌انداز. میتونید از روش‌های خودکار پس‌انداز مثل خرید خودکار سهام، کاهش مستقیم از حساب بانکی یا تنظیم پرداخت خودکار برای حساب پس‌انداز استفاده کنید. این روش‌ها به شما کمک میکنن تا پول رو بدون تداخل و به طور مرتب برای پس‌انداز جمع آوری کنید. اما قبل از پس‌انداز کردن پول هاتون باید افزایش درآمد داشته باشید. بررسی راه‌هایی برای افزایش درآمد میتونه به شما کمک کنه تا مقدار بیشتری پول رو پس‌انداز کنید. میتونید به دنبال فرصت‌های کاری جانبی باشید. مهارت‌های خودتون رو بهبود ببخشید و افزایش حقوق یا درآمد خودتون رو هدف بگیرید. اما شما برای افزایش درآمد چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ صبوری و پیوستگی مهمترین کاریه که باید انجام بدید. پس‌انداز پول نیازمند صبوری و پیوستگی هست. تمرکز بر روی هدف‌هاتون، رعایت بودجه و پیوستگی در جمع‌آوری پول میتونه به شما کمک کنه تا به طور پایدار پس‌انداز کنید. به خاطر داشته باشید مهمترین نکته اینه که به طور دوره‌ای و مستمر پول رو پس‌انداز کنید. حتی
اگر مقدار کمی هم باشه شروع کنید و به تدریج اون رو افزایش بدید. اما اگر شما هم دوست دارید برترین راه برای پیشرفت در زندگیتون رو بشناسید، ویدیو بعدی رو از دست ندید و برای حمایت کردن از محتواهای ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید.